ودان دی ودان دی ودان امارات ودان دی ودان دی ودان امارات. این مسئولیت ما به گردن گرفتیم. اداره در خدمتشان است، برایشان قصدتر موتورهای مختلفی که انشالله شما میبینین تهیه کردیم. حتما از همه شاگرد بچه‌های ماست. خوب بسیار خوب. سلام علیکم. و علیکم سلام. السلام علیکم و رحمت الله. دختر خانم ها هستند. بله، تر شپږم صنف پورې موږ د اوناس برخه هم لرو چې خوب میتونن حفظ قرآن بکنن و دیگر علوم را بیاموزن. خداوند یک نعمت را که از بندش میگیره ذکر در بالاترش برش میده. ما از دولت خود امارت اسلامی خیلی خوش هستیم که به ما سهولت برای نابینایان فراهم نموده. تخنیک و مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر چې دغه انستیتیوت لسه ته ارتقا ورکړي د انستیتیوت سطح ته چې هم مهالم دوی رشته ورته منظوري کې په سپر طاقتونه لرو زبردست واکونه لرو موږ نړیوال ښه پیژني لوی موټر بمونه لرو. تمام کتاب‌های بینایی را به خط بریل تبدیل کرده و او را باز آورده. چشمام ظاهرا سالم معلوم میشه ولی دید ندارم، ولی با این کامپیوتر کار میکنم. زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم. در گذشته من در حوزه خبرنگاری با روزنامه ها همکار بودم. پاکستان رفتم عملیات کردم، اما قبینایی هم که داشتم هم قضا رفت. مشکلات اجتماعی آگاهی حاصل نمودید. در این درس الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. آفتاب و ماه به حسابن و ستاره و درخت با او سجده میکنن. بله، ما در تلفن استفاده میکنیم از صفحات اجتماعی، در ارتباط هستیم امروز مردم مثل یک آدم سالم. نه دلتنگم، نه غمگینم، نه افتاده، نه آواره، نه محتاج کسی هستم، نه نابینای بیچاره. حرفات د تبشیر د صنعت د یوزوان تعبیر د تصویر تنویر د مسیر مبهم د الزام پر محنت د یوزوان مبهم د الزام پر محنت د یوزوان مبهم د الزام پر محنت د یوزوان تخنیک و مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم دی الزام پر محنت دی وزوان مبهم دی الزام پر محنت دی وزوان مبهم دی الزام پر محنت دی وزوان تخنیک و مسلک دی ارکان د ژوندون ممکن سلام الله بزرگ و توانا. سلام و وقتتان بخیر هموطنان عزیز، انشاءالله جور و صحتمند سرحال باشید. خوشحال هستم که باز من مسعود محمدی با قدیر جان در خدمت شما عزیزای دل قرار داریم. وطندارای عزیز، امروز ما در یکی از مکانهای زیبا، در یکی از جاهایی که خیلی زیباست دیگه، البته ببینید که سرسبز صنفای مجهز و بعدم باز براتون میگم که ما در کجا هستیم قرار داریم. آمدیم تا یک برنامه بسازیم با او ایده هموطنای ما که اعتماد بر نفسشان ضعیف است و حتما با دیدن از این برنامه اعتماد بر نفسشان هم اضافه میشه و یک در زندگیشان یک امید تازه دیگر را به خود اختیار میتن و کسایی که نسبتاً مایوس هستند با دیدن از این برنامه حتما هم مایوسیشان دور میشه. ما در انستیتیوت مسلکی روشندلان و یا هم نابینایان کابل قرار داریم.
جایی که صدها تن یا اضافه تر از او مسئولین غرض دریافت تعلیمات به اینجا میایند و کسایی که روشندل هستند، نابینا هستند، در اینجا میایند و به تدریس خود ادامه میدن. خیلی بخشای خوبتر و زیبا دارند و قابل یادآوری است که در این برنامه ما تنها نیستم، همراهیمون کرده محترم یکی از کسایی که برجسته است، یکی از کسایی که همیشه خدمتگار ما بوده و در رسانه پل ارتباطی بین ما بوده. خب من اینو نمیگم که کی است، خودشان خود به شما معرفی میکنه و با چهرهش حتما آشنا هستیم، دیدینش و جوان پرکار است و ببینیم که چطور خواستن امروز ما را اجازه دادن که در کنارشان باشیم. سلام، وقتتان بخیر، خسته نباشید. سلامت باشید. میشه خود یک معرفی بدین دوستان شما را بشناسن؟ من اول تر از همه سلام و عرض ادب برای شما، برای رسول صاحب عزیز و بینندگان محترم چینل شما. خداوند شما را عمر طولانی نصیب کنه که افتخار بخشیدین امروز برای یکی از مظلوم ترین طبقه مردم افغانستان تشریف آوردین تا از وضعیت از اینا با خبر شوین، تا از ظرفیت از اینا با خبر شوین، تا از امکانات از اینا با خبر شوین، تا از انگیزه وطن دوستانه از اینا با خبر شوین در قبال دین و وطن و مردم خود. بنده عاجز سخی وحدت عامر خدمات ریاست عمومی تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان و انشالله که در این برنامه نیازی که باشه در معرفت با این اینستیتوت، با امکانات، با ضروریات انشالله ما در خدمت می باشیم. سلامت باشین. خب یک سوال شروع، البته ریاست شما، اداره شما آیا کدام لینک یا ارتباط با وزارت تحصیلات عالی داره یا با کدام بخش دیگه دولتی؟ از لحاظ تشکیلاتی ما یک اداره مستقل هستیم، به مثل که وزارت تحصیلات عالی محترم یک تشکیل مستقل است، وزارت معارف ما و بقیه وزارت‌های ما، اداره ما هم یک تشکیل مستقل است با یک بودجه خاص، با یک امکانات خاص، با یک انگیزه و هدف خاص به نام ریاست عمومی تعلیمات تکنیکی و مسلکی. زیر چتر کدام وزارت فعالیت دارین؟ یکی از ریاست‌های مستقل است. مستقل است که مستقیما جوابگو جوابده به ریاست الوزراء می باشه، به عین مرتبه که وزارت تحصیلات عالی می باشه، وزارت محترم معارف می باشه، به همون اندازه از لحاظ اعتباری و تشکیلاتی ما هم یک اداره مستقل هستیم. خب بسیار خوب. ودان امارات ودان دی ودان امارات تخنیک و مسلک دی زینات دی وزوان خب هموطنان عزیز، ما با درایوری که مسئولیت انتقال مسئولین یا هم روشندلای عزیز، نابینای عزیز و کسایی که زحمتکشای فراوان از این وطن هستند دارند، همراهشان حرفایی می داشته باشیم و معلومات از زبانشان می داشته باشیم که از کدام قسمت اینا وقت صبح میایند وارد کار خود میشن، از کجا مسئولین بر میدارند و به کدام ساحه انتقال میدن و در کدام ساحه فعالیت کاریشان است. سلام استاد، خسته نباشید، وقتت بخیر. تشکر، زنده باشین، وقت شما بخیر. خوب است. یک سلام از طرف من بر شما. قربانتان. اسمتان؟ محمد عزیز. خب کجا روان هستیم عزیز خان؟ فعلا طرف پل سوخته، چاقلا پل سوخته. خب صبح چند بجه شما میین؟ صبح 5:30 بجه. 5:30 بجه. از نقطه شروع کارتان از کجاست؟ شروع کارم از حوزه پنجم. بعد کدام ساحه را میرین؟ بعد آن طرف کمپانی، از کمپانی قلعه حیدر، خوجا مسافر، پغمان و طرف قرغه، چهارراه قنبر، بعدا برگشت میکنیم به طرف اینستیتوت. خب ساعت 8 بجه میرسیم؟ بله، ساعت 8 بجه ان شاء الله میرسیم. عالم در این ساعتی که ما میریم به مسئولینتون همین طرف هست دیگه؟ بله هست دیگه. خب در چند نقطه است اینجا؟ 6 موتر از دیگه، نقطهش مختلف است. ما در اون لاین پغمان هستم، میشه دیگه موترها در طرف چارقلا و کوت سنگی، پل سوخته، طرف دوغاباد، نقاط شهر از دیگه مکمل. سلامت باشین. تشکر از شما. خب وطندارای عزیز، با درایور زیاد پرحرفی نمی‌کنیم به خاطر از اینکه اینا متوجه کار خود باشن و این هم خلاف قوانین ترافیکی است که ما با باشون حرف میزنیم. بعدم شما بیننده ما باشید و میریم ببینیم که از کدام ساعه تا کدام ساعه ما روان هستیم و مسئولین از کدام قسمت جمع میکنیم. بیننده ما باشید. مبهم دی الزام پر محنت دی وزوان، مبهم دی الزام پر
وطندارای عزیز ما این آهسته آهسته رسیدیم به چندین تر از مسئولین هم جمع‌آوری کردیم و میریم در قسمت بعدی جای دیگه که مسئولین ما قرار دارن و در کنار من رفیقان هستن. اینا مسئولیت یا آمر سید محترم نظامی آمر سید داره، این محترم آمر سید داره دیگه. همراهشان ان شاء الله حرفای می داشته باشیم. سلام، وقتت بخیر، خسته نباشید. زنده باشین، وقت شما بخیر، سلامت باشین. قربانتون. خب چی میکنیم؟ کجا روان هستیم ما خودت؟ ما بخیر طرف مسیر شاگردا روان هستیم. شاگردا را موتر جمع میکنیم میبریمش طرف انستیتوت. خب بسیار خوب دیگه. در این قسمت هم هست شاگردایتون کسی؟ بله هست. خب خیر استاد بریم بخیر که چند نفر در کل مسئولین هست در این موتر گنجایش داره؟ خود خامر سید هستی برای خود معلومات؟ در این موتر تقریبا 30 نفر گنجایش داره موتر مسئولین شاگردا هست. خب بسیار خوب بسیار خوب. همی هستن به نظر من که در مجموع همی هستن. ببینیم اینجا یک سه دارن برای ما هستن. بله حتما هستن. همی شاگردکای ما هستن. خب بسیار خوب. سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام علیکم. خب این انتقالاتتون همه روزه است دیگه؟ به استثنای روز جمعه همه روزه انتقالات است که راننده ما قسمی که قبلا بر شما گفت ساعت 5:30 از انستیتوت حرکت میکنن و بازار شاگرد از خود زمان مشخص داره. بر خود شاگرد معلوم است کدام زمان موتر پیش از این میرسه، وقتش هم میفهمه. خب بازی به اصطلاح آمادگی خودم میگیره و سوار موتر میشه، موتر میرسانیش انستیتوت. دوباره وقتی رخصت میشین پس دوباره شما رو به خانه‌تان میرسونن؟ بله هر روزی کار همه روزه است. تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یوزوان مبهم د الزام پر محنت د یوزوان مبهم د الزام پر محنت د یوزوان یو ځوان مسلکی دی او هم تخنیکی بل ټول ورځ لاس تیروي پر پکې ټولانې تکوم یو یې بولی اړین یو بار دا اووی بل ټولنې کې امین کسان ټول. خب سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستی؟ تشکر، زنده باشین، صحتمند باشین. بخیر باشین. نامت؟ حامد الله سیرتی هستم از ولسوالی انگقله ولایت تخار سکونت فعلی کابل. نام خدا در کجا محصل هستی؟ من شاگرد هستم در انستیتوت مسلکی روشندلان کابل. خب بسیار خوب. خب وطنداران من محصل هدف مایست که متعلم که باشن وقتی ما محصل میشماریم اینا هم یک انگیزه خوب بگیرن. خب کجا روان هستیم؟ فعلا ما مکتب روان هستیم. ما از دولت خود امارت اسلامی خیلی خوش هستیم که به ما سهولت برای نابینان فراهم نموده و ما ترانسپورتی رایگان داریم و ما در وقتی که باید سر اسکوی خود حاضر باشیم حاضر می باشیم و موتر ما میآید، ترانسپورت ما را میبره مکتب و ماشاءالله مکتب ما خیلی خوب معمار شده که ما خود نابینا حس نمی کنیم و بعد از اون ما میریم مکتب. بعد از اینکه مکتب رفتیم میریم در صنف خود و شروع به درس میکنیم. ما از اساتید خود و از مکتب خود تعلیمات مسلکی و تکنیکی خیلی خوشنود هستیم که به ما سهولت فراهم نموده و همچنین ما مدیون امارت اسلامی و مدیون تعلیمات مسلکی و تکنیکی هستیم. سلامت باشین، قربانتان. نام خدا بلبل وارا چقدر خوبش نام خدا گپ میزنی. خب میشه که برای ما اگر کدام توفیق داشته باشی به ما با وطندارای ما؟ ما یک ترانه معلم دارم، چند مثل شعر است، ترانه است، براتون بخوانش میگیرم. حتما. ترانه معلم. شمع است گدازنده سراپای معلم، سراپای معلم، سراپای معلم. عشق است پراگنده برگ های معلم، برگ های معلم، برگ های معلم.
در راه هنر سوزد و در ره دانش، اندر ره دانش، اندر ره دانش. تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یوزوان، مبهم د الزام پر محنت د یوزوان، مبهم د الزام پر محنت د یوزوان. قلم کا چلیږي وچیږي آخر، کاغذ هم زړیږي څیریږي آخر. ځوان دی روان دی رسیږي آخر، میوای چې وروسته نسلونو توړي، حرفه د تبشیر د صنعت د یو ځوان. تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان، مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان، مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان. تخنیک او مسلک د زینت د یو ځوان، د زینت د یو ځوان. زحمت پر اختیار د عزت د یو ځوان. تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان، مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان، مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان. تخنیک او مسلک دی ارکان د ژوندون، ممکن وی ژوندون پر امکان د ژوندون. داخل دی په دین کې ضرور دی ضرور، تمکین پر اسکان وی مکان د ژوندون. تدویر دا غدیر او تفسیر. خب وطندارای عزیز، ما آمدیم در داخل اداره انستیتیوت مسلکی روشندلان کابل و در کنار ما یکی از استادای بزرگوار قرار دارند و روند شروع کاری امروزشان هم معلومات از زبان اینا می داشته باشیم و ببینیم که کدام پروسه امروز اینا طی کنند که بعدا شاگردای عزیز برن داخل. سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین، خدا معرفی کنین. علیکم السلام و رحمت الله، با عزت باشین، وقت شما بخیر باشه، زنده باشین. البته انستیتوت مسلکی روشندلان کابل مانند سایر مکاتب یا انستیتوت ها می باشه. ما در اینجا در اول هر روز ما سرفایلی داریم، فایل میشه، شاگردا باز تلاوت صورت میگیره. بعد از اینکه تلاوت صورت گرفت، البته تلاوت هم به اساس صنوف است، به نوبت هستند. یعنی ما در اینجا دو بخش داریم، هم دیپارتمنت تعلیمات عمومی و همچنان دیپارتمنت تعلیمات اسلامی و حفظ قرآن عظیم الشان که اینا شاگردا تلاوت میکنن و یک ترانه یا نعت کلام داشته میباشند. و بعد از او که زمانی که اینا تمام شد، یک استاد من حیث یک راهنما اینا به شاگردا همون صحبت روز داشته میباشند، یک صحبت بسیار مختصر داشته میباشند و بعدا زنگ نواخته میشه و شاگردا بسیار منظم به صنوف میرن. من خودم اینجا عموما بخشای تعلیمات اسلامی را تدریس میکنم، خصوصا مضمون عقاید، فقه و همچنان من اینجا عامل دیپارتمنت تعلیمات اسلامی و حفظ قرآن عظیم الشان میباشم. سلامت باشین. یک نکته دیگه که در فکر من میال خطور کرد، اضافه تر از هموطنان ما که روشندل هستند، اینا حافظای قرآن میباشند نسبت به کسایی که سلامت هستند. این حکمت در چی است و قصص چی قرار است؟ یعنی نعمت چشم که از دوستای ما میگیرن، الله تبارک تعالی از بنده هایش میگیره، در عوض هم در دنیا برش بدله میته و هم در آخرت برش بدله میته. از لحاظ ذهنی کسایی که حافظای قرآن میباشن، نابینا میباشن، ذهنشون
بسیار به اصطلاح فکرشان پاشان نمی باشه، منسجم می باشه، بنابراین خوب میتونن قوه حافظه قوی دارن، اینا خوب میتونن حفظ قرآن بکنن و دیگر علوم را بیاموزن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما شاء الله ما شاء الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. ما شاء الله ما شاء الله. بسیار خوب. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
صدق الله العظيم. وعد خست مدال طالبان کلی استقلال طالبان ستا زور و قوت حیران ټول نړیوال طالبان. شکر چې آزاد شولو خپلواک مو دی هیواد. ویدی زنده باد امارت ویدی زنده باد. ویدی زنده باد امارت ویدی زنده باد. وعد خست مډال طالبان ښکلی استقلال طالبان ستا زور او قوت حیران ټوله نړیوال طالبان. شکر چې آزاد شولو خپلواک مو دی هیواد. ویدی زنده باد امارت ویدی زنده باد. ویدی زنده باد امارت ویدی زنده باد. سپر طاقتونه لرو زبردست ځواکونه لرو موږ نړیوال ښه پېژني لوی موټر بمونه لرو. مونږ خادمان روزلي مونږ سربازان روزلي ساتي ننګ ناموس او هیواد مونږ استشهادیان روزلي. ورځ بکړې نفاق را باوړې مینه او اتحاد. ویدی زنده باد امارت ویدی زنده باد. ویدی زنده باد امارت ویدی زنده باد. وعد خست مډال طالبان ښکلی استقلال طالبان ستا زور او قوت ته حیران ټوله نړیوال طالبان. شکر چې آزاد شولو خپلواک مو دی هیواد. ویدی زنده باد امارت ویدی زنده باد. ویدی زنده باد امارت ویدی زنده باد. ویدی زنده باد امارت ویدی زنده باد. الله اکبر. الله اکبر. شاگردای عزیز خوش آمدین انشالله. خوب هستین انشالله همتون؟ ماشاءالله دیدین مصطفی جان چه خوب تلاوت زیبا کرد. عثمان چه تلاوت زیبایی خواند. خداوند امرایتان باشه. همتان از خداوند برتان جوری و صحت و کامل میخواهیم. انشالله برین به طرف صنفایتان به درسکایتان بخیر. تقسیم اوقاتایتان آماده و باشه و کتابکایتان آماده بکنین. همتان بخیر برین به طرف صنفتان بخیر. موفق باشید. زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان. تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر. مبهم د الزام پر محنت دی وزوان. مبهم د الزام پر محنت دی وزوان. مبهم د الزام پر محنت دی وزوان. تخنیک او مسلک دی زینت دی وزوان. دی زینت دی وزوان. شکر الحمدلله جور هستم. شما هم کار میده دوستم پاید. اما به اندازی که استعداد این شاگردا داره ولی من ندارم. به خاطر ازی که من حتی شاید یک سپاره قرآن هم حفظ نداشته باشم، اما من دیدم که خواجه صاحب مصطفی صدیقی الحمدلله اضافتر از 17 سپاره را حفظ داشتن. این دیگه کسی نباید نابینا بگوید، یا بنده های نیک و روشندلای نیک وطن ما هستند. بالکل ده خو یو واضح حقیقت ده که څنګه چې موږ کوچنی شاګرد تاسو ویلي د مصطفی جان تاسو ته ووي چې الله جل جلاله د سړي نه چې یو نعمت خلی په مقابل کې نور نعمتونه ورته اضافه کوي، لکه د موږ شاګردان چې تاسو وینئ. خوشبختانه د امارات پر راتګ سره موږ د مشرانو په همکارۍ د
اداره د رهبری په همکارۍ خاصتا د جناب مولوی صاحب غلام حیدر شهامت په همکارۍ وتوانید چې دغه انستیتیوت لیسې ته ارتقا ورکړو د انستیتیوت سطحې ته چې هم مهاله دوې رشتې ورته منظورې کې په 1401 هجري لمریز کال کې موږ ارتقا ورکړه د انستیتیوت دورې ته په همغه کال هم دوې رشتې ورته منظورې کې د نابینایانو د معیار او د غوښتنې مطابق چې یوه رشته د پیقې و عقیدې وه او یوه هم رشته د ادارې او مدیریت وه خوشبختانه چې موږ سږ کال د هغوی دپاره نصاب هم تکمیل کړی دی او عملا د موږ شاګردان په 14 صنف کې په زده کړو باندې بوخت دي دا انشاءالله د نابینایانو دپاره یا د روشندلانو دپاره یو ښه زیری دی چې په آینده کې دوی کولی شي د همدغه لارې نه لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي او د لیسې په دوره کې موږ 3 دپارتمنټه لرو چې یو دپارتمنټ تعلیمات عمومي ده او یو دپارتمنټ تعلیمات اسلامي چې په هغو کې ډېره برخه د قرآن عظیم الشان حفظ تشکیلوي که څنګه چې تاسو د موږ شاګردان ولیدل او یو هم دپارتمنټ د حرفه او مسلک دی د حرفه او مسلک دپارتمنټ وظیفه دا ده چې دغه نورو دوو مربوطه دپارتمنټونو ته حرفوي او مسلکي مضامین ور وښیي چې دغه یو مثال زه تاسو ته کمپیوټر یادوم موږ به انشاءالله ولاړ شو په صنف کې به شاګردانو احوال واخلو چې دوی څنګه نابینا د کمپیوټر نه استفاده کولی شي او علاوه د هغې نه موږ د بورس باپۍ جاکټ باپۍ همدغسې یو تولیدي شاپ هم لرو چې هغه هم د حرفې او مسلک دپارتمنټ مربوط کیږي او یو دوه صنفونه چې هغه ډېر معیاري او مشخص صنفونه دي هغه یو د مکتب نه مخکې یا د آمادګۍ صنف دی د آمادګۍ صنف د هغو شاګردانو دپاره دی چې د هغوی سن 15 او 6 کلونه وي د هغوی دپاره موږ د آمادګۍ صنف او ښه منظم درسي نصاب ورته لرو او ښه منظم درسي ټولګی مسئول چاپېریال او بل صنف چې موږ لرو هغه صنف د سواد آموزۍ دی هغه کسان چې دوی نابینا دي او سن یې لوړ دی دوی د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي د هغوی دپاره موږ زمینه مساعده کړې ده تر څو د سواد آموزۍ په صنف کې راشي بریل خط او همدارنګه هغه څه چې نابینایانو په روزمره ژوند کې په کار وړل کېږي درسي مواد یې د هغو نه استفاده وکړو نو اوس په لومړي قدم کې هغه څه چې د موږ ستون د انستیتیوت تشکیلوي هغه یو ترانسپورت چې تاسو ولیدل ترانسپورت په منظم شکل سهار په شاګردانو پسې ولاړ او شاګردان یې انستیتیوت ته راوستل له خپلو کورونو دوهم اساسي ستون د انستیتیوت د بریل خط ملي مطبعه ده چې د موږ حدودا 300 شاګردانو ته کتابونه چاپوي او پرنټوي ټول کتابونه په بریل خط باندې نو ورځو د بریل خط د ملي مطبعې نه لیدنه زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان سلام علیکم خود سے خوب سے ساتھ کو خوب بخیر سلام علیکم خوب سے ساتھ مبهم دی الزام پر محنت السلام علیکم ورحمت الله خوب سے ساتھ آمدیم به مطبعه انستیتوت مسلکی روشندلان کابل استاد قاری احمد ولی ولیزاده مسئول مطبعه انستیتوت مسلکی روشندلان هستند و استاد امل همراهشان همکار می باشند در تهیه کتب درسی تمام کتب درسی که تهیه میشه برای شاگردان داده میشه این ابتکار امی جوان است یک چیز دیگه براتون اضافه کنیم که تمام کتابا را که از بینایی به خط بریل تبدیل کرده امی جوان بود که سالها را زحمت کشیده کوشش کرده تمام کتابای بینایی را به خط بریل تبدیل کرده و او را باز آورده در کامپیوتر پرینت میتن و کتابا را در اختیار شاگردان میتن این خدماتشان قابل ستایش است و همیشه ما از این ستایش میکنیم و واقعا خدماتشان که برای این قشر کرده قابل افتخار این اینستیتوت می باشند. بنده همینطوری که جناب عامر صاحب لطف مهربانی کردن احمد ولی ولیزاده هستم استاد و مسئول مطبعه بریل انستیتوت مسلکی روشندلان کابل. تعریف از خط بریل داشته باشین که چی است و چگونه شما خواستین که به کامپیوتری بسازین و چطور میتونین که به راحتی ترجمه کنین و همین دوستای ما که میاین و هم بفهمن. بسیار تشکر از سوالتون واقعا سوال خیلی زیبا و مقبول کردین. ما خودم با وجود از اینکه هیچ دید ندارم چشمام ظاهرا سالم معلوم میشه ولی دید ندارم ولی با این کامپیوتر کار میکنم و ببیننده هم سوال پیدا نشن که یک نابینا چطور با کامپیوتر کار میکنه و شاید این کامپیوتر خاص باشه. نه هیچ خاص نیست. بسیار کامپیوتری معمولی است که شاید در بازار برین 4000 3000 افغانی رو بخرین. یک بینام از پیش استفاده میکنه یک نابینام از پیش استفاده میکنه. فقط تفاوت چی است؟ تفاوتی است که سافتورهای وجود داره که ما در کامپیوتر نصب میکنیم نوشتار روی صفحه به گفتار تبدیل میشه. وقتی که
با گفتار تبدیل میشه. شما بیناها با چشمتان با کامپیوترتان ارتباط برقرار میکنین و کارتان را انجام میدین. ما نابیناها که قدرت دید و قدرت بصره را نداریم، با وسیله گوش خود با کامپیوتر خود ارتباط برقرار میکنیم و تمام نوشته هایی که بالای کامپیوتر، بالای مانیتور کامپیوتر میاد، ما با گوش خود بشنویم. خب یک کیبورد اینجا است و یک کیبورد دیگه که در پایان این کیبورد است. چی از میشه کم معلومات بدین؟ چقدر سوالای جالب میکنیم. دقیقاً پیشتر موضوع ارتباط برقرار کردن با کامپیوتر را گفتیم. ما از دو شیوه میتونیم با کامپیوتر خود ارتباط برقرار بکنیم. یکی با وسیله گوش که براتون نشان دادم، نوشته که برای دوستای ما قابل خواندن نیستن، صرف قابل دید هست ولی قابل خواندن برشان نیست. من من حیث یک نابینا در برنامه ورد که تمام بیناها از استفاده میکنن، شما هم استفاده میکنین. بعدا من در اوجه نوشته میکنم که دوستای ما ببینن که یک نابینا هم میتونه در کامپیوتر تایپ بکنه. او نوشته قابل خواندن برای بیناها هم است الحمدلله. یکی ارتباط که پیشتر گفتیم که از طریق گوش برقرار میکنیم و طریق دوم ما امی چیزی را که شما پرسیدین، این به نام دیسپلی است. یک مانیتور کوچکی است که یک خط بریل بر اینجا نمایش میده. اینجا نقاط برجسته است که شما با چشمتان هم در روی مانیتور میبینید که من نمیبینم، ولی با وسیله دست من اینجا میبینم که اینجا چی است. اینجا شماره 2 نوشته است و نوشته است که الشرعیه. استاد مل اگر لطف بکنه بیناییش اونجا به دوستای ما نشان بدن. من میخوانم دوستای ما ببینن که با این قید، استاد مل خط کل که تعقیب کو، با این قید احکام غیر شرعی از قبیل احکام عقلی محض مانند شارحه علم به این که تخنیک و مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار. تمامش دوستان ببینید یعنی نقطه هایی که در روی کاغذ معلوم میشه با وقتی ما دست خود بالایش میبریم ما نمیفهمیم، اما کسایی که روشندل است تمامشان میفهمه که در این چی نوشته است. تصاویر از این بگیرین ببینین که این یک اشاره است که یارا نشان میده که میرسه خودش میفهمه که نه رسیدیم با یک صنف در این محیط ای تو بلد هستن که فکر میکنی که هیچ ای روشندل یا نابینا نیستن، ولی میریم از یک صنفش میبینیم امی راه رفتنشان است. در دلیل امی امکانات داریم برشان. از این صنف 13 اداره و مدیریت میبینیم و شاگردایشان هستن و استادشان هم هستن درس میخوانن. من بیشتر بخش مدیریتی را تدریس میکنم، مدیریت اقتصاد، بخش محاسبه مالی، اقتصاد ریاضی و همینطور اساسات امور مالی عامه و چند مضمون دیگر. مرا دستکت خوب است، خوب است، خیرتی است. تشکر. زنده باشین، سلامت باشین. نامت؟ نثار احمد کامیار. خب نثار احمد جان، دید خودت چشمت کس اندازه کم است یا چی رقم؟ اصلا دید ندارن چشمت. تازه بیخی نابینا شدیم. یعنی به مرور زمان به تدریج صنف 3 مکتب بودم که یک تخته به سرم خطا خورد به اندازه انگشت شهادت، داخل سرم میخ شد. به مرور زمان کم بیناییش از بین رفت. پاکستان رفتم، عملیات کردم، اما بینایی هم که داشتم هم قض رفت. از آمر مکتب آغاز آقای فیضی تا اجیری مکتب تمامشان رفتار مناسب، رفتار درست و رفتاری که واقعا با یک انسان داشته باشیم با ما دارن. و خوشبختی در کجاست که اینجا کسایی هم هستن که امنه و ما نیستن، یعنی نابینا نیستن، از دید ترحم به ما نگاه نمیکنن. این کمال خوشبختی است. یعنی خیلی راحت با ما صحبت میکنن، بر ما فرصت داده میشه که ما حرف بزنیم، عقیده های ما خوانده میشه، افکار ما خوانده میشه. این کمال خوشبختی است به عقیده ما. تخنیک و مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر
علیزی هستم. امینی تخلص میکنم، یکی از متعلمین انستیتوت روشندلان مقیم کابل است. بسیار خوب، بسیار خوب. خب خودت در پیشرویت یک کتاب را داری که کتابم به صورت کدینگ است، که ما قابل توانایی خواندن از این نداریم. بله بله. و خودت داری، میشه که یک عنوانش برای ما بخوانی؟ از اون دفعه چرا نه. این کتاب ماست، کتاب موادی تعلیم موادی حقوق است، خطش خط برید است. عنوان درس است ضرورت به دولت. گفته سال گذشته در مورد نظم اجتماعی، تغییرات اجتماعی، نابرابری اجتماعی، مشکلات اجتماعی آگاهی حاصل نمودید. در این درس به ضرورت دولت که با هر کدام آنها ارتباط متقابل دارد آشنا می شویم. مبهم د الزام پر محنت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. مبهم د الزام پر محنت د یوزوان. مبهم د الزام پر محنت د یوزوان مسلکی د او هم تخنیکی. من الشیطان الرجیم. پناه میبرم با خداوند از شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. الرحمن علم القرآن. خداوند رحمان است که قرآن را تعلیم داد. خلق الانسان علمه البیان. انسان را آفرید و سخن گفتن را به او آموخت. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. آفتاب و ماه به حسابند و ستاره و درخت به او سجده می کنند. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. و آسمان را برافراشت و ترازوی عدالت را برقرار کرد تا در ترازو حق تلفی نکنید. و اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. با انصاف وزن کنید و در وزن کمی نورزید. صدق الله العظیم. خداوند راست گوی بزرگ است. تعلیمات اسلامی ما مفردات درسیش یا نصابش زیاد حفظ قرآن عظیم الشان را تشکیل میکنه. قسمی که شما مشاهده میکنین اینجا شاگردا گرد هم جمع شدن و ما یک صنف را تشکیل دادیم که اینا پروگرام های کامپیوتر را فرا میگیرن. اینجا ما در کامپیوتر اینجا بعضی چیزا تایپ میکنیم، کمی تمرین میکنیم. مثلا اینجا فعلا ما خودم به اون تفریح اینجا یک شعر و یک چیز نوشته کنیم. اینجا من برای شما میخوانم. میره نوشته کنیم که من که مردم از جفای سرنوشتم چون نوشت. بایگان شد دفتر دوران من، بشنو از باد خزان پایان من. این نوشته کنیم. ما مثلا ما میتونیم بدونی که صفحه تلفن نگاه کنیم کار کنیم در تلفن.
ما در تلفن استفاده میکنیم از صفحات اجتماعی، در ارتباط هستیم برای مردم مثل یک آدم سالم. مبهم د الزام پر محنت یوزوان، مبهم د الزام پر محنت یوزوان. تیم گلبال انستیتوت مسلکی روشندلان کابل در حال بازی گلبال هستند. گلبال؟ گلبال بله. این رقم ما فوتبال شنیدیم، گلبال مخصوص والیبال. گلبال مخصوص نابینایان است. سریږي اخیر هغه چې د بیا تیاری کوي بیا یو ځوان دی روان دی توپ که برای نابینان استفاده میشه توپ گلبال. البته این توپ از وقت است دارای صدا است. نابینان خود دید ندارن، همین صدای توپ تعقیب میکنن، مسیر توپ پیدا میکنن و توپ نمیمونن که گل شه. تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت یوزوان، مبهم د الزام پر محنت یوزوان، مبهم د الزام پر محنت یوزوان. تخنیک او مسلک د زینت خودم خودتو جغل کردی؟ خب ورزش دیگه این کارا رو داره. جغل مال کردن نداره؟ آه دیگه یا میخوری یا میزنی. یعنی خب چطور هستی که ورزش چی آمادگی داری بخیر کدام مسابقه در پیش داری؟ انشالله ما خود تقریبا 50% ما طرف درس است، 50 طرف ورزش هستیم دیگه. اینجا یک میخوایم بخیر که بخش ما بچه آماده شود یک مسابقه زیر نام عید قربان برگزار کنیم. تخنیک او مسلک دی ارکان د ژوندون ممکن وی ژوندون پر امکان د ژوندون داخل دی په دین کې ضرور دی ضرور تمکین پر اسکان وی مکان د ژوندون. وطندارای عزیز رسیدیم در نقطه های آخر و در دقایق اخیر برنامه ما. ورزش هم دیدیم، کامپیوتر لب هم دیدیم، صنفار هم دیدیم، قرائت قرآن عظیم شان هم توسط از روشندلای عزیز دیدیم و تغییرات مثبتی که در این ساحه آمده بود. باغ و بوستان، صنفای مجهز، مسجد مجهز، البته تمام او امکاناتی را که در یک مکتب دیگه نباشه در اینجا هست. مبهم د الزام پر محنت یوزوان، مبهم د الزام پر محنت یوزوان. تخنیک او مسلک د زینت د یوزوان، د زینت د یوزوان. بیایید ما را نابینا نه روشندل بگوید.